بیاین با هم دیگه بریم گشت دریایی. اما قبلش باید یه چیزی بخوریم. چون نتونسته بودم صبحونه بخورم یه وافل گرفتم که بعداً ضعف نکنم و حالم بد نشه. این از خود کشتی که اسمش برکه بود که چند تا مکان جدا از هم داشت. اینجا میرفتی بالا، یه فضای سربسته بود که صندلی و همه چی داشت برای اینکه بشینی. بعدش میتونستی باز یه طبقه بری بالا که بالای کشتی قرار میگرفتی و اینم یکی دیگه از لنجای تفریحی که توش موسیقی زنده داره و کلا بزن برقص و اینا هم برپا بود. و اینم من که هی میگفتم نه نمیرقصم نمیخوام، ولی تهش مجبور شدم یه تکونی به خودم بدم. اینجا هم دیگه قسمت های مختلف کشتیه که میخوام بهتون نشون بدم. اینجا میره روی عرشه کشتی که باز اینجا هم وایساده بودن. اینجا هم رفتیم پیش ناخدا که داشت یه سری توضیحات بهمون میداد در مورد جی پی اس و اینا که کلا خیلی فضای باحالی بود. و اینم من که در آرامش کامل وایساده بودم و این کشتیه رو دیدم و دلم خواست سوار این شم از بس که بزرگ بود. و در آخر آقای هندی برامون دست تکون داد. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.